سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم ادونچر لول رو از اول شروع کنیم. برای این کار من لولاشو صفر کردم چون قبلا رفته بودم، ولی خب از طرفی این ادونچر لول رو من متاسفانه ویدیوشو کامل نگرفتم. کلا یه فکرام لول 43 و ویدیوشو گذاشتم، یه 44 هم چیزایی لول آخر ویدیوشو گذاشتم و امروز میخوام کلا لولاشو کامل برم دیگه. هم مثلا کلی لول داره، فیوژن چالنج ها رو دوباره قرار بریم، اینا همه رو صفر کردم. ادونچر کلاسیک رو از اول قرار بریم. آره کلی قرار اتفاقا بیفته و من هم قراره ویدیوشو ضبط کنم. خلاصه بریم سراغ ویدیو. بدون هیچ حرفی از قسمت اول شروع کنیم. من دارم اینم بگم دارم روی گوشی بازی میکنم و رو کامپیوترم میتونستم نصب کنم، ولی خب یه سری حالا شاید میخوام بگم کامپیوترم یه لحظه فکر کردم نمیکشه و اینا نصب نکردم. به خاطر و اینکه دیتاهای سیوی هم از رو اولشم رو گوشی بود، الان بخوام رو کامپیوتر نصب کنم زیاد طول میشه، یعنی با دوره از اول همین کارو انجام بدم. به خاطر اون اومدم روی گوشی. خب بریم سراغ قسمت اول. البته یک لحظه صبر کنید. قرار دیفیکالتی 3 بریم. من ریستارت کنم و دوباره همون جهان رو بگیریم. خب الان درست شد. مثل همیشه اول با کاشتن خورشید شروع کنیم، یعنی سانفلوور. خیلی هم منطقی. سری فیوژن های عجیبم داره که حالا اونم قبول اینجا بکنم. سریعش که نظام خیلی داره نزدیک میشه. صدای آهنگشون این بود. داره اینه صداشو کم کن، دون احساس میکنم صدای خودم نمیاد. اوکی. زامبیا رو دونه صبر کنید. البته یک سری گیاهای دیگه هم میشه فیوژن کرد، مثلا این با خورشید که فیوژن کاملا جذاب و جالب. اینم از 4 تیزم مثلا کیف میکنه. گیاه ها رو همینطوری آوردم.
پرچم اولم نرسیده، چقدر عجیب. چون دیفیکالتی دارم بازی میکنم اینقدر طولانی شد. خب اینه داریم اونا فقط بری بشینی بهش نگاه. کاملا هم ایزی و راحت. خیلی آدم عجیبیم. اول اومدم تیدی مودو رفتم تا اسنایپر رو بگیرم، بعد اومدم ادونچر رو از اول رفتم. تمامی لول ها رو صفر کردم به جز لول هایی که توی تیدی مود رفته بودم تا اسنایپر رو از دست ندم. اون قرار اودیسه مود خیلی کارا باشه. من تنها فیوژنی که ما قولی به دست آوردیم همین سانترو به پیشوتر هست. به هیچ فیوژن دیگه این لول یک دونه مثل چی داریم پرشیدم جالب. اون سانترو را خوشی بودم تو نمیرسیم. جالب، واقعا جالب. فکر کنم فقط خورشید شلیک میکنه، نمیرسیم خورشید هم میده. چیز جالبیه، فیوژن جالبیه. احساس میکنم باید کمی سرعت بازی رو ببرم بالا. بازی مسئولیت بیشتری بوده جلو برد کاملا نتیجه. و اینکه تو هر قسمت قراره یک لول بگیریم. پس تعجب نکنید که لول 2 رو چه بکشیم. شاید لول 2 رو برم، نمیدونم. این کاپ لول 1 لول 2 هم بریم. یک دونه فیوژن چالش هم میخوام برم براتون که جالبه. اینه البته که این فیوژن چالش رو خیلی عجیبه اول گذاشتن. در عوضی باید من اول چامپر رو قفلش رو باز کنم بعد بیام این فیوژن چالش، چون در حالت عادی خیلی هم سخت حساب میشه. پس یعنی تا لول 5 من باید برم. اوکی، فیوژن های جالب تری هم در ادامهش هست. دشه یه دونه این پدنتون روی کار، بعد یه دونه این هم باز. این چرا خورشید نپوشتیم؟ آره این گیاه وقتی روشون چامپر میندازی خیلی قدرت دمیجشون بیشتر میشه نسبتا به قبل. راحت تر زامبی رو جخ میدن. آن مثل شما تو میگم چند بایی هم نخورش اول باخت
این اول باخت. باید یه بار دیگه ریست کنم. باز دوباره اشتباه کردم. هیچ مشکلی نیست. نه خورشید میکنه. سرعت بازی رو زیاد کردم که حوصله سربر نباشه، چون خودم حس میکنم خیلی حوصله بدم سر میره به مدت ها به زامبی کج کله که من میام نگاه کنم. باز دوباره اینا من خورد مجبورم کنم که ادامه یه چه نگاه میکنم. جالبش اینه وقتی تیر میزنن میخوره به این دیواره فقط از صفحه خارج نمیشه، پس در میره. این جالبه رو من اینو واقعا ازش خوشم اومد. این جالبه. البته فیوژن های خیلی زیادی آزاد شده یه حساب کنیم. باختیم. باز دوباره این لول نمیدونم چرا من تو همین لول 2 گیر کردم. خیلی عجیبه. بگم چون اول کار به جایی که سانفلو میکارم دارم چی میکارم؟ از اینا میکنم بازم همون احتماله. و اینکه پیشوتر کمتر زمین شکستی بیشتر. الان درست شد. تازه داریم میرسیم. همونطور که گفتم دمیج اینه که چی میگه دارن فکر بیشتر خیلی بیشتر دمیج. این برای انواع داشت همون خوشی رو میزنی مثلا این گیاهایی جذاب نه تمام. خب برای امروز بس. لیول های دیگر رو در روزهای دیگر ضبط میکنم و میذارم. دو لول میریم جلو و همینجوری که به نظرم بهتره. بس فعلا خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.